بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید هموطنان عزیز و همدیاران گرامی. موضوعی را که امروز انتخاب کردیم و همراه شما شریک می سازیم تحت یک سوال است که راه حل دائمی معضله یا مشکل افغانستان چیست؟ من باور دارم که اکثری قاطبه ملت افغانستان، دوستان، دانشمندان و عامه مردم افغانستان با پاسخ این سوال نیاز دارند. در این شکی نیست که روزانه هزاران هزار میدیا، تلویزیون، بحث‌های زیاد در دنیا است که سری مسائل بحث میکنند. شخصیت‌ها، جریان‌ها سری مسائل مصروف هستند، ولی که تا جایی که عقلی مکار میکنه و متعقب میکنم این جریان‌ها را، تمام این جریان‌ها حل مسئله افغانستان به یک حل موقتی و حلی که احتمال دوامی از او یا استقرار برای دائم برای جامعه افغانستان باشه نیست. یعنی حلی است که تا یک زمان استقرار را پیش میبرند، مثل که 20 سال گذشته جمهوریت بود که در بن گذاشته شد، ولی در نهایت ما از این بنبست نمیبراییم. چیزهایی را که ما اینجا داشت کرده بدون شک ما یک یادآوری میکنم که این حل حتما یا طرح یا برنامه را که من نوشته کردم یک طرح یا راه حل برون رفت که ایدئال 100% و یا 100% نیست و همچنان عملی بودنی از اون مشکلات خود از سر راه خود داره. اکثر دوستا شاید سوال کنه که امی طرح که تو گفتی آیا چه قسم باید عملی شود؟ و همون قصه مشهوری است که میگه یک چی براتون بگم، میگه پشکای یک وقت میگه همراه خود مشوره کردن و گفتند که بیاین کاری کنیم که موشها که ما از همین شر پشک نجات پیدا بکنیم. خب با این مشوره به این اتفاق رسیدن که ما در گردن پشک یک زنگ آویزان بکنیم که هر وقت که پشک حرکت کرد صدای زنگ بره ما خبر شویم و فرار بکنیم. مجلس شانگه فیصله کرد، ولی در نهایت از کتاب کلیله و دمینه است داستان. میگه در آینده موشها گفتن که خواب همین زنگ کی در گردن پشک باندازه. در این شکی نیست که موضوع افغانستان به حد جدی و بزرگ است که هر طرحی را که بگوید در عملی کردن از اون مشکلات هست. هر آدم عادی میتونه سوال کنه که خب اینجا این عمل طرح چی قسم عملی میکنی؟ با این اساس این تنها یک طرح هست و ما عقلی ما به می قضاوت میکنه که یعنی عملی بودن از این ناممکن نیست و اگر عملی شود یک طرح دائمی برای مسئله افغانستان است. امیدوار هستم که برنامه را که من چی بکنم کمی شاید زیادتر هم شود وقتش. شما لایک کنین، سابسکرایب کنین تا آخری را بشنوین، نظرات خود با ما شریک بسازین که در همین خیر و یک قدمی فکری اگر برای جامعه خود ما داریم با هم شریک باشیم و در این خیر کثیر ما کمک بکنیم. خب راه حل دائمی مسئله افغانستان و مشکل افغانستان چیست؟ این یک سوال است که همه مردمی را میپرسند و گفتم که صاحب نظرها و جریانها سر از این بسیار مصروف هستند. ولی من مستقیم میرم با مشوره یک دوستی ما جناب آقای گلنوری بهمن که آدمی نویسنده و ژورنالیست خوبی است، با مشوره از او که برای ما در ویدیو مستقیم سری موضوع را هر کلمه و اصطلاح را تو شرح دادن رو که این وقت زیاد میگیره. اول، شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه مرعی الاجرا و حتمی را برای اداره افغانستان با مواد زیر باید تصویب بکنه، یعنی صادر بکنه قطعنامه حتمی و اجباری را. الف، خل صلاح عمومی افغانستان، یعنی تمام صلاح‌ها و تشکیلات نظامی که در افغانستان است ای از دست افراد، اشخاص و حکومت فعلی افغانستان گرفته شود و ای انبار شود تحت نظارت ملل متحد و ای صلاح‌ها جمع شود. دیگه در این قطعنامه باید منع کاملی فروش سلاح، صدور سلاح و ورود سلاح به افغانستان ممنوع شود که از افغانستان نه سلاح صادر شود نه به افغانستان سلاح وارد شود. بند دومی از این قطعنامه شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد باشه ببخشید. و بند جیمش ملزم ساختن کشورهای همسایه افغانستان به خصوص پاکستان، هند، ایران و دیگر کشورهای ذی دخل در قضیه افغانستان و قدرت‌های بزرگ مثل روسیه، مثل امریکا، مثل چین و اتحاد اروپا، اینا با اجرا شدن این قطعنامه و موادی که در اینجا ما ذکر میکنیم در این قطعنامه اینا باید ملزم باشن و همگی بدون اندکترین تخلف این قطعنامه را اجرا و عملی بکنن.
که مثال هایش هم میاریم که ملل متحد در تاریخ خود، خصوصا در تاریخ معاصر ما و شما، در بسیار کشورها این کار عملی کرده و این نتیجه داده. دیگه در این قطعنامه ملل متحد بند جی و گفتیم که ملزم ساختن کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ به اجرای از او، و بند دال از او ایجاد یک اداره بی‌طرف، سرپرست و موقت برای افغانستان، که در این قطعنامه سازمان ملل متحد یک اداره سیاسی و حالا میگیم جزئیاتش که برای افغانستان به عنوان سرپرست و موقت از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شود، که خصوصیتی این اداره موقتی باشه: یک، این اداره به تمام معنا مستقیم تحت قیمومیت ملل متحد باشه. دو، این اداره برای 5 سال بر تمام مسائل سیاسی، نظامی، امنیتی و مالی و اقتصادی افغانستان این اداره مسلط باشه و تحت دستی از او باشه. 3، در رأس اداره یک شخصیت دانشمند، معقول، مورد پذیرش اکثر جناح‌های درگیر در افغانستان و شخصی نسبت کاریزما باشه، یعنی شخصیتی باشه که سخندان باشه، جامعه شناس باشه، خودش آدمی حکیم باشه، در این حال که بی‌طرف از مخلص باشه و عیار باشه. میتونه که شخصیت از افغانستان پیدا شود و افغانستان فاقد چنین شخصیت‌هایی نیست. اگر کار شود مثلی که در شورای بن در 2001 شده بود، مثلا همونجا مشکلات آقای دکتر عبدالستار سیرت کمتر بود نسبت به مشکل کرزی، مثلا اگر او را می آوردن. و در مثال هستی، مثال لا جدل فی المثال، در این بحث نکنه که چه شخصیت است. یعنی در افغانستان در 40 میلیون نفوس نیست که یک شخصیت پیدا نشود. یا می شود که همین اداره تحت یک شورای 3 نفری یا 5 نفری از شخصیت‌های مهم افغانستان که در او 1-2 نفر شخصیت بین‌المللی یا شخصیت‌های علمی از جهان هم باشه، تحت یک اداره مثلا 5 نفره یا 3 نفره این اداره موقت برای 5 سال اداره شود که امکانش است. 4، این اداره مستقل باشه، غیر مربوط به جناح‌های 21 سال آخر باشه، یعنی با تمام احزاب، دولت آقای کرزی، دولت اشرف غنی و پیش از اونها دولت‌های مجاهدین و دیگر جریان‌هایی که در افغانستان که در این بدبختی‌های 40 سال شریک است، این مربوط به این جریان‌ها باشه، یعنی مستقل از این جریان‌ها باشه و واقعا یک دولتی باشه که بی‌طرف باشه و هیچ کس دعوا نکنه که این مربوط کدام جناست. به خصوص اداره طالبان، و از اداره طالبان هم باید این دولت نباشه. 5، شرط اساسی برای این شخصیت که در رأس اداره قرار میگیره یا هم 5 نفری که در رأس اداره قرار میگیره از 3 سال تا 5 سال در دوره موقت می باشه که دیگه در آینده افغانستان هیچ وقت تاکید کاندیشنر برای نفر اول، تاکید کاندیشنر برای وزارت، تاکید کاندیشنر برای رئیس پارلمان یا شورای ملی یا ستره محکمه افغانستان و نهادهای مهم افغانستان، این دیگه برای همیشه باید قطعی باشه که در این چیزا در آینده افغانستان مطابق قانون باید کاندید نشود. این شخصیت یا این گروپی 5 نفره که اداره موقت اینا رهبری میکنن. 6، در پست‌های اول اجرایی این اداره، یعنی وزارتخانه ها و ریاست های مستقل این اداره، هیچ کس از 4 جریان را که ما نام بردیم: مجاهدین، دولت کرزی، دولت غنی و طالبان، از این 4 جریان هیچ شخصیتی مهم و وزیرش در اداره نباشه، بخصوص وزرا و شخصیت هایی که در هر نهاد افغانستان بودن و آلوده به فساد هستند. اونا دوسیه دارن و نامی از اونا مشهور است. این دوسیه ها در ادارات افغانستان حفظ می شود. دنیا هم استفاده از اداره این شخصیت ها باید در این اداره هیچ سهمی داده نشود. خب این بخش اولی کاری ما بود که ملل متحد در قطعنامه خود تحت مواد 1، 2، 3 و 4 در بند اول این مسئله را در قطعنامه خود صادر بکنه، شورای امنیت. و بند دومی از این ایجاد یک نیروی 50,000 نفری امنیتی نظامی از کشورهای اسلامی که در رأس از این سایر منصبا و از کشورهای اسلامی یک نیروی جور شود که نیروی حافظ سلواری که مثل که در بسیار از کشورهای افریقایی اینا بودن در بعد از جنگی بعد از فروپاشی یوگسلاوی سابقه که در بوسنیا هرزگوین در جنگ‌های سربستان که این نیروها کار کردند و در سودان این نیروها کار کردند، اینا موفق بودن. اگر چند در جاسوسی بودن ولی در افغانستان با حد کلانترش باشه در 50,000 نفر نیرو که نیرو میشود که
شخصیت های طراز اولی از این، قماندان های از این، ریاست های از این، مدیریت های عمومی از این، از باید افغان نباشد. از کشورهای اسلامی، از صاحب منصب کشورهای اسلامی مثل ترکیه واری، مثل اردن واری، مثل مصر واری، از این کشورها جمع شوند و یک اداره نظامی ساخته شود. اما افرادی را در پایان از این صاحب منصب‌های خودنریز و اساکیر از این بشود که از نیروهای ارتش سابق افغانستان که در 20 سال جمهوریت بود با بسیار یک اصول و شرایطی را که باز در او فساد و امو جمع‌جوریت در او را نیابه، از او نیروی 50,000 نفری یا کم یا زیادتر که برای امنیت سرحدات افغانستان و گذرگاه های افغانستان باشه که سرحدات افغانستان را امنیت بکنه و تنها نمونه که نفوذ خارجی یا نفوذ نظامی بیگانه و یا نیروهای تروریستی در افغانستان دیگه باشه. وظیفه این نیروها چی باشه؟ این نیروها مستقیم تحت اداره و نظارت سازمان ملل متحد و شورای امنیت باشه و در رده‌های بالای از او مثل که گفتم هیچ افغان باید نباشه. اگر افغان بود باز حتما مثلا در یک جای میلنگه و خرابی میره. دو، گفتم که افراد درجه 2 و 3 از نیروها و پیاده اساکیری که در کشورهای همسایه یا در خود افغانستان یا در کشورهای غربی که رفتن به تعدادشان از 1 لک نفر فراتر میره و از اینها تشکیل شود و آورده شود. این بند دومی ماده ای که قطعنامه‌ای که شورای امنیت صادر میکنه، این نظری ما است، یک طرح ایدئال نیست ولی یک ایده است. ایدئال نیست ولی یک ایده است، یعنی که این کار راه حل دائمی مسئله افغانستان است. بازم تاکید بکنم دیگر راه حلی که پیش بینی شده که حکومت همگیر و همه شمول و فلان و بیمدان و گپا با این شخصیت‌ها، با این جریان و با این کتله‌های فاسد گذشته این حل راه حل دائمی افغانستان نمیشه. ماده سوم از ایجاد یا تشکیل یک اداره پلیس که با مطابق ضرورتی تمام شهرهای افغانستان و ولسوالی افغانستان باشه که تعدادش به هر حدی که برسه یک پلیس با می موازی امین نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی ساخته شود که پلیس نظم عامه را بگیره و این هم تحت نظارت ملل متحد باشه، در رأسی از افغان نباشه، در مراجع تصمیم گیری اصلی از افغان نباشه، ولی در ادای پانش بشه که از نفوس و ملت افغانستان استفاده شود و از نیروهای سابق استفاده شود. سوم، وظیفه پلیس گفتم امنیت و نظم شهرهاست و همچنان همین پلیس عواید سرحدی و گمرکی افغانستان باید جمع‌آوری کنه و تحت نظارت از که در بسیار از کشورهای افریقایی و حتی اگر این مثال غلط نباشه همین حاضر عوایدی مثلا اداره خودگردان فلسطین اسرائیلیا جمع میکنه براشون بده، اگر چند که اونجای مثال صحیح نیست، مشکلات خود داره، ولی این کار ممکن است که نمی پلیس تمامی عواید و سرحدی و گمرکات افغانستان را باید تحت نظارت بگیره که در اون فساد را نیاوه، در اون هر افغان ولو افغان پاک هم که در اون مسلط شد اونجا باز به مشکل ما مواجه میشیم. و چهارمین وظیفه اداره پلیس همی باشه برای 5 سال یا برای 4 سال، برای هر قدری که تعیین شد، چهارمین چی باشه که برای ساختار آینده پلیس افغانستان این یک رشته تعلیم و تربیه بنیانگذاری اساسی را شروع بکنه که در آینده ما یک پلیس مسلکی داشته باشیم، یک پلیس بی‌طرف داشته باشیم که وظیفش تنها پلیسی باشه، با سیاست دست نزنه، امنیتی گپا. این میشه که از بودجه و عواید خود افغانستان مصارف از داده شد و همچنان همین مصارفی را که دنیا امروز و دیروز به افغانستان میداد کمک بکنه برای 5 سال که قسم یک اداره برای آینده و بنای زیربنای افغانستان یک چیزی درستی را بسازه. و چهارمین ماده یا فیصله شورای امنیت ای باشه، در فیصله ای که میکنه که همین نهادهای مالی افغانستان را، وزارت مالیه را، بانک مرکزی را، عواید شهروالی ها را و عایدات صکوک افغانستان، این اوراق بهادار افغانستان را این در حیطه صلاحیت خود بگیره و یک اداره مستقل برای از جور بکنه که اینها همین سیستم مالی افغانستان را اینا چی بکنن، اینا نهادینه بکنن به یک سیستم شفاف، یک سیستم ساده، یک سیستمی که مردم از او راضی باشن، سیستمی بانکداری و تمام جزئیات مسئله اقتصادی را اینا حل بکنن در مشوره با شخصیت‌های اقتصاددان، دانشمند خود افغانستان و شخصیت‌های جهان، بانک جهانی، مرکز تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اینها میتونن که با شخصیت‌های زیاد در رشته‌ها داریم خدام نمیبرم این را جور بکنن. دیگه گفتم وظیفه از این جمع‌آوری عواید افغانستان باشه، تنظیم کردن از این باشه، جذب کمک‌های خارجی و تثبیت بودجه اداره موقت برای 5 سال که اینا بودجه را تصویب بکنن خودشان، بودجه‌ای که مثلا ما فعلا پارلمان نداریم در اداره موقت، این بودجه را اینا تصویب بکنن و این توزیع شود، یعنی توزیع صورت به این معنا که معاشات مامورین، مصارف روزانه و گپا و چیزا
امی اداره مالی افغانستان که وزارت مالیه، بانک مرکزی و شاروالی های افغانستان از چی شاروالی شرای کلان و شاروالی کوچک ایرا اداره را جمع بکنن و بودجه را نهادینه بکنن که در این اداره هیچ فرد از افراد ثروتمند افغانستان، تاجر افغانستان، سیاستمدارای سابقه افغانستان و کسایی که در 4 اداره سابقه کار کردن اونها باید هیچ نقشی داشته باشند. چرا این امید و اطمینان برای از اینکه دوباره اونا فساد نمیکنن، اونا باز هم راه غلط نمیروند وجود نداره. در این اداره آدمای 100% به طرف باشند. سومین وظیفه امی نهاد یا نهاد مالی ای باید باشه که اینا برای 5 سال آینده، در 5 سال یک کادری اقتصادی و یک مدیریتی برای افغانستان اینا تهیه ببینن. شخصیت های اول از دانشگاه ها جمع بکنن، یک پوانتون خاص بسازن، اونجا اینا تربیه شوند برای اداره سیستم مالی افغانستان و بانکداری افغانستان در آینده که تحت نظارت امی اداره مالی باید امی شخصیت ها و یک کتله برای کنترل و اداره نظام اقتصادی افغانستان اینا جور بکنه که بسیار وظیفه مهم است. و چهارم هم و یکی از وظایف یا بخشی از این امی اداره مالی ای باشه که برگرداندن تمام اداره‌های افغانستان که به چور و چپاول رفته، که چون را قدیم با امراهاش دزدیدن و چی قبل از او اداره‌های قبلی اداره آقای کرزی وزیرا که فساد هستند دوسیاشون هنوز در افغانستان، سرمایه‌های ملی افغانستان، آثار تاریخی افغانستان، زمین‌های افغانستان، تمام اداره‌ها را در 5 سال این اداره با کمک ملل متحد و دیگر نهادهایی که میتونه کار بکنه و همین پلیسی که گفتیم با کمک از اینها این دارایی را در 5 سال باید تا حد توان بر بگردن و از تمام کشورها با توسط پلیس انترپول دارایی ها چی $1000 باشد چی $1,000,000 باشد، این را باید از هر شخص و افراد باز دوباره گرفته شود. این بود موادی که شورای امنیت برای یک اداره موقت در افغانستان جور میکنه. این حالی وظایف امی اداره موقت در کل چی هست؟ امی 4 ارگان یا 3 ارگان داره که در این میسازن، وظایف امی اداره چی هست در کل در مجموع که این را در اینجا تشریح میکنم براتون به شکل کوتاه. امی اداره موقت در اول که از آن یاد کردیم با تمام 4 بخشان در ظرف 3 و یا 5 سال وظایف زیر انجام بده. که اول قانون مدنی افغانستان که در زمان جمهوریت 21 سال قانون بود، قانون مدنی را تنها، البته قانون اساسی را نه. چرا؟ اگر قانون اساسی را بخوایم تعمیل بکنیم با اکثر بنده های از او در اینجا معطل است و در اداره موقت و کارگر نیست. قانون مدنی افغانستان که در 20 سال جمهوریت تصویب شده بود و به کار بود، این را به کار بگیرن به خاطر توزیع ثروت، محاکم، دعاوی، ادارات که قانون ضرورت ما داریم، این قانون را باید به کار بگیرن. دوم در کل همین زمان 5 ساله. دوم در 2 سال اول یعنی 5 سال، یعنی 5 سالی که داره 5 سال به خاطر میگم که در 3 سال و 2 سال موزله افغانستان بنیادی حل نمیشود. بر 1 سال و 2 سال و 6 ماه اینا ادارای موقت مثل یک قلوخ در آب ماندن گذشتن است. بنیاد و اساس ساخته نمیشه، باید حداقلش 5 سال باشه. و در 2 سال اول امی اداره با تمام امی تشکیلات خود برای مردم افغانستان تذکره الکترونیک توزیع کنند. 2 سال بخاطر کنید در 1 سال ممکن نیست، باید نفوس افغانستان تثبیت شود و تذکره الکترونیکی تذکره عقل باطل شود. یک تذکره الکترونیکی منظم، ساده، با یک شکل و شمالی بسیار عادی که مسئله قوم و ملیت و گپا کشکش نندازن و افرادی را مثل اسماعیل یون و اونا باید نیاره بزرگ جنجال کانال خلق کنن. یک کار ساده ولی نفوس باید تثبیت شود، الکترونیک شود که در اون تقلب و جعل و گپا ممکن نباشد در ظرف 2 سال اول. در 2 سال تیر شد. در ظرف سال سوم امی اداره چی کار بکنه؟ یک انتخابات شفاف و سرتاسری را تحت قیمومیت کامل سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای اسلامی، کنفرانس کشورهای اسلامی ایرا یک انتخابات شفاف دایر کنه. انتخابات شورای ولایتی، انتخابات شورای ولسوالی، حتی انتخابات شورای علاقه‌داری را ای در ظرف در سال سوم باید در 1 سال انتخابات صورت بگیره و ما امو کتله یا تشکیلات را که برای لوی جرگه ها داریم یا شورای بزرگی تصمیم گیری در افغانستان که داریم لوی جرگه، همین شورا باید تکمیل شود در سال سوم. در سال چهارم لوی جرگه قانون اساسی افغانستان خواسته شود. از همین لوی جرگه قانونی یعنی انتصابی نه که از شورای ولایتی از شورای ولسوالی باشه،
این روی جرگه خواسته شود. روی جرگه همین قانون اساسی را که در زمان جمهوریت مریل اجرا بود، این قانون اساسی را بیارن از سر دوباره طرح و بنیاد یک نظام نو بریزن که او فرق میکنه که اون نظام مرکزی باشه یا نظام صدارتی باشه یا نظام لا مرکزی غیر مرکزی باشه یا نظام به شکل زون باشه. 10 تا 12 تا زون را تشکیل بدن که زونها نسبتا مستقل باشن. دیگه نوعیت نظام یا فدرالی باشه. به هر شکلی که همون فلسفه وجودی کشورهای مدرن را ایجاب میکنه، باید عملوی اجرای قانون اساسی که از انتخابات به میان آمده، باید قانون اساسی را ولی در ظرف 1 ماه و 2 ماه 1 سال اینا وقت دارن که یک قانون اساسی و دائمی را برای افغانستان، برای شکل نظام افغانستان اینا بسازن و قانون اساسی باز شود. در سال پنجمی امی اداره، این اداره مطابق قانون اساسی افغانستان که تصویب شده، مثلا در لوی جرگه قانون اساسی نو این تشکیل شده، یک انتخابات پارلمانی را همراه انتخابات ریاست جمهوری که همراه انتخابات ریاست جمهوری برگزار بکنه و یا اگر شکل نظام که ایجاب میکرد، شاید نظام صدارتی باشه، این رئیس جمهور نباشه مثلا، یا رئیس جمهور یک شکل سمبولیک داشته باشه، این انتخابات برگزار بکنه و شورای ملی که دو بخش است که سنا و چی را ایجاد بکنه که امو شکلی نظام افغانستان این چی شود، این تکمیل شود. باز شورا در سال پنجم بیاید رئیس خود که صدر اعظم است یا رئیس جمهور خود که مثلا رئیس جمهور در شکل سمبولیک در واسه کشورهای دیگه که ما داریم این را انتخاب بکنن و نظام افغانستان در 5 سال تکمیل می شود. اینجا بند ششم که ششم وظیفه اساسی اینا رو در این سال پنجم و آخری سال پنجم وظیفه ای اداره پایان می‌یابد و همین 5 شخصیتی که در رأس اداره هستند یا یک شخصیت در رأس اداره است با 5 شخصیت دیگه که در رأس اردو هستند، در رأس پلیس هستند، در رأس نظام مالی هستند، اینا یک شورای 10 نفره تشکیل بدن یا در داخل افغانستان یا در خود ملل متحد، در یک بخشای از ملل متحد. اونا برای 5 سال دیگه ناظری تطبیقی همین نظام نو در افغانستان باشن که از دور نظارت بکنن، صلاحیت اجرایی نداشته باشن، ولی اونا همیشه کمبودی هایی که میآید، زدوبنده هایی که در نظام میآید اینا حل بکنن. این اداره دیگه 5 سال دیگه وظیفه داره، ولی وظیفه غیر رسمی بیرون از این به عنوان یک شورای عالی نامش میگذارن هر چی بکنین که در 2 شخصیت خارجی باشه و 3 شخصیت افغانی باشه یا 5 شخصیت خارجی باشه 5 شخصیت افغانی باشه. این اداره رو نظارت بکنه که ما بر افغانستان یک اداره پایدار و در 5 سال هم بسیار شکست و ریخت‌ها و بدبختی ها جمع جور بشه و مردم عوام عادت میکنن به نظم دیگه، فاسدین امیدشان قطع میشه و اداره باید اداره موفق باشه. خب بازم من تاکید میکنم که این بحث و این طریقی که من ریختم از ذهن ما و از مطالعات ما تراوش میکرد یک ایدئال نیست، ولی بازم براتون میگم که یگانه راه حلی دائمی مسئله افغانستان است که امیدوارم سر شما را زیاد درد داده باشم. با این طرح ان شاء الله بعد از اینکه ویدیو نشر شد به شکل نوشتاری هم در میدیا و در تلویزیون ها و در سایت های فیسبوکی و گروپ ها ایرم شریک میسازم که امیدوارم که توانسته باشم از همون ظرفیت خود استفاده کرده باشم، در خدمت شما باشم. طرحهای خود، نظرات خود برای ما شریک بسازین و برای ما مشوره و عنوان بدین که ما در خدمت شما باشیم. و السلام، جزاکم الله عادل المسلمین خیر الجزا. سلام علیکم.